سلام بچه، اومدم با آموزش هاید پیرسینگ بینی. ویدیو صدا نداشت، ضبطش کرده بودم. الان مجبورم صحبت کنم و روش صدا بذارم. بچه اول از همه سعی کنید اگه واقعا مجبورید پیرسینگتون رو هاید کنید، چون که تیغه بینیتون رو از داخل اذیت میکنه. سعی کنید برای مدرسه، دانشگاه یا اداره مثلا هایدش کنید. نکته بعدی این که توی ویدیو قبلی هم بهتون گفتم اگه میتونید مراقبت کنید پیرسینگ بزنید، چون که من خودم چند وقت پیش داشتم فوتبال بازی میکردم و هایدش هم کردم. توپ خورد توی بینیم و زخمش تازه شد، خون اومد همون لحظه و دوباره طول کشید تا زخمش بسته بشه. خب بریم برای ادامه ویدیو. خب به ویدیو توجه کنید، لباتون رو باید بذارین روی هم و به سمت عقب بکشیدش. به ویدیو دقت کنید اگه میخواید راحت تر هایدش کنید و سریعتر، تا جایی که میتونید لباتون رو بدید عقب. بعدش هم که پیرس رو به سمت داخل هول میدید. خب ببینید الان قشنگ هاید شد، یعنی از کناره ها اگه نگاه کنید و از پایین نگاه کنید چیزی مشخص نیست. یه روش دیگه که الان به ذهنم خورد ماسک زدنه. اگه از نظر تنفسی مشکل ندارید و میتونید ماسک بزنید، دیگه اون موقع نیازی به این کار نیست. خب بچه اینجا نمیدونم دیگه داشتم چی میگفتم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه دوستتون دارم، حمایت کنید. دوست بهتون، بای بای.